درود بیننده عزیز، طاهری سفر هستم و در برنامه امروز پنجشنبه 17 ایول همراه شما. در ابتدا نگاه به سرخط چند خبری مهم. حامی حقوق انسان میگوید بعد حمله مرگبار به کراکوس مناسبت به مهاجران و پناهجویان تاجیک در اروپا هم دیگر و سرد شده است. وکیلان نوی مجلس نمایندگان با قناعتمندی از فعالیتشان به تعطیل رفتند. تعدادی از مردم میگویند که نمیدانند آنها چه کار کردند. 3 ماه می شود از فعالیت پارلمان نو. ما ژورنالیستان دیگر به پارلمان دعوت نمی شویم متاسفانه. سفر ایجادی گروه هنری نیروهای هوایی آمریکا به شهرهای تاجیکستان که به گفته خودشان با احساس خوب به وطن برمیگردند. فکر میکنم که آنها چشمهای آنها کشوده شدند. برنامه را با یک خبر آغاز میکنیم که تازه بعد از تیمور رسید. وکیلان دومای دولتی روسیه امروز طرح سندی را قبول کردند که اساس و یا بهانه ها برای محروم ساختن خارجیان از حق شهروندی کشور را زیادتر میکند. بر طبق قانون نو اگر یک شهروندی تاجیکستان یا ازبکستان شهروندی روسیه را گرفته باشد و جنایت سخت صادر کند، شناسنامه او را به چون و چرا از دستش میگیرند و از حق شهروندی روسیه هم محروم میکنند. در گذشته فعالان سیاسی از جمله از تاجیکستان و مثل کرامت شریپوف و عزت امان را با اتهامات قانون شکنی از حق شهروندی روسیه محروم ساختند و به تاجیکستان اخراج کردند. اساسهای نو برای محروم سازی جنایت‌های سخت به مثل قتل، تجاوز گروهی، تجاوز با بیرحمی خاص بوده میتواند. همچنین اگر کسی که با کودکی تا 12 ساله ارتباط جنسی داشت یا کودکان و نورسان را به تنفروشی مجبور میسازد یا مواد پورنوگرافی با حضور کودکان را آماده کرده نشر میکند، از حق شهروندی روسیه محروم ساخته می شود. یک اساس دیگری که میتواند هر شهروندی تاجیکستان یا کشور دیگری را از حق تابعیت روسیه محروم سازد، گناهکار دانستن به افراطگرایی و درست شماریدن تروریسم است. سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان تاجیکستان را در روسیه به خصوص با اتهام افراطگرایی به زندان محکوم کردند. رئیس انجمن حقوق انسان در آسیا مرکزی ندژد اتایو میگوید بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ولایت مسکو برخورد با پناهجویان از کشورهای آسیای مرکزی در اروپا هم دیگر شده است. به قول او درخواست پناهجویان از کشورهای منطقه را رد میکنند و آنها را از خاک اروپا بیرون میسازند. از این رو تعداد آنهایی که به حامیان حقوق مراجعت میکنند باز هم زیادتر شده است، ولی دستی سازمانهای حامی حقوق هم برای کمک به همه نمیرسد. همکارم خیرامان بقازاده با ندژد اتایو صحبت داشت و اول از او درباره تغییر مناسبت به پناهجویان و مهاجران پرسید. Но прежде всего мы отмечаем резкую волну дискриминационного подхода. ما یک بار بالا رفتن موردهای مناسبت تبعیض‌آمیز نسبت شهروندان تاجیکستان را مشاهده می‌کنیم که بی‌شبهه از سیاست کرملین منشأ می‌گیرد. من حالا به تاریخچه حادثه‌های کراکوس مراجعت نمی‌کنم و درباره تجربه مراجعت‌ها به سازمان ما می‌گویم. بی‌شبهه اکثر شهروندان تاجیکستان که به اروپا می‌آیند روشنفکران هستند و هم مهاجران کوری می باشند که از روسیه توسط مرز بلاروس و پولشا آمدند. حالا قانون‌های مهاجرت هم سخت‌تر می شود و آنهایی که بار اول در عریضه مقام پناهندگی جواب منفی گرفتند، در صورت مراجعت برای بازبینی عریضه‌شان هم بیشتر جواب منفی دریافت می کنند. به آنهای زیادتر جواب منفی می دهند که اعتقادمند بودن خود را آشکارا نشان می دهند. مثلا اگر زنها حجاب و مردها ریش داشته باشند، مناسک مذهبی را رعایت کرده موقع دینی خود را پنهان نمی دارند. توجهی به خصوص به آنها داده می شود که در گرد همایی‌ها و اعتراضهای دست جمعی اشتراک می کنند. چرا چنین رویخط افراد ضعف پذیر ترتیب داده می شود؟ в некой уязвимой ситуации. سوال دیگر به ندژد اتایو این بود که تا کجا حمله مرگبار به کراکوس سبب شد که در اروپا به شهروندان تاجیکستان توجه بیشتر روانه شود. Конечно, безусловно. И я объясню почему. بله درست است. در بسیار کشورهای اروپایی محض حادثه های کراکوس سبب شد که به شهروندان تاجیکستان توجهی بیشتر ظاهر شود. پیشتر آنها را همچون شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و یا اوراسیا بررسی می‌کردند. حادثه های کراکوسیتی بالا گرفت. در بعضی دولت‌ها با آموزش رابطه های جامعه تاجیکان پرداختند
و دیدند که بسیاری ها در رویخط سازمان های ممنوع قرار دارند. البته درست است که باید طبیعت سیاسی تاجیکستان عمیق آموخته شده چی بودن این فهرست سازمان های ممنوع در این کشور درست درک کرده شود. همکارم خیرومان بخوزاده با نادژده طیبه یکی از حامیان حقوق مقیم اروپا صحبت میکرد که به پناهجویان تاجیک هم کمک میرساند. او همچنین گفت این زمان با پرونده 20 شهروندی تاجیکستان کار میکنند که میخواهند حق پناهندگی بگیرند یا در داخل کشور با مشکلات جدی روبرو هستند. گفتگوی مفصل با نادژده طیبه به زودی در وبسایت azadi.org نشر می شود. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در مدت کمتر از نیم سال در کشور 216 صدمه نقلیاتی به وقوع پیوسته است که در جریان آنها یا یگان نفر جان داده است و یا سخت مجروح شده است. سبب‌های این حادثه ها و مرگ و میر زیاد در راه‌های تاجیکستان به گفته بازرسی دولتی اتومبیلی پیش از همه سرعت بلند و هم رعایت نکردن قاعده‌های حرکت است. تصویر دو روزی فلاکتبار در راه‌های تاجیکستان در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده. در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان در مدت کمتر از 2 روز 10 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 14 ایول با نشر یک بیانیه رسمی تعداد از صدمه‌های نقلیاتی با عاقبت‌های مرگبار را تصویر کرده است که روزهای 12 و 13 ایول در گوشه‌های گوناگون کشور صورت گرفتند. در میان قربانیان ظاهراً 3 عضو یک خانواده از ناحیه وخش نیز هستند که در نتیجه صدمه مترولر جان دادند. در بیانیه آمده است که این صدمه روز 12 ایول در ناحیه وخش به وقوع پیوسته است. رجب علی سیدعلیف راننده مترولر موروی همراه با 9 مسافری که داشت به چقوری افتادند که در نتیجه 3 مسافر که غالباً خواهرانند هلاک شدند و 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می شوند. ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌ها نامبر می‌گردد. تنها در سال گذشته در تاجیکستان 552 نفر و یا روزانه از 1 تا 2 نفر در نتیجه صدمه‌های نقلیاتی یا در جای حادثه و یا در شفاخانه جان دادند. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان که امسال در یک بینای محتشم کار می‌کردند به تعطیل رفتند. آنها ضمن جلسه اخیر خود گفتند که فعالیت پرثمر انجام دادند و از آن قناعتمند هستند، اما از فعالیت آنها دیگران قناعتمند نیستند و به خصوص رسانه‌های مستقل که دیگر به جلسه‌های مجلس نمایندگان به سختی راه می‌یابند. برات یوسفی گزارش می‌دهد. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از نتیجه کار 3 ماهه هیئت وکیلان پارلمان توصیف نموده گفته است در این مدت بیشتر از 100 طرح قانون و سندهای دیگری حقوقی را قبول کردند که به قول او همه آنها اراده انتخاب کنندگان کشور را افاده می‌نمودند. چنین ارزیابی او در حال صدا می‌دهد که به قول برخی آگاهان کار هیئت نو پارلمان برای جامعه ناروشن است. یک مثال بسیار عادی میتواند فعالیت آنها را نشان داد. این است که قبلا در وقتی که پارلمان قبلی فعالیت میکرد برخی از ژورنالیستان مخصوصا ژورنالیستان از پلیوس در بعض جلسه های پارلمان شرکت میکردن، از اونجا گزارش ها آماده میکردن، ولی با چند ماه ماندن از انجام کاری وکیلان پیشین و همچنین علاقه 3 ماه می شود از فعالیت پارلمان نو، ما ژورنالیستان دیگر به پارلمان دعوت نمی شویم متاسفانه. برعکس فعالیت وکیلان فعلی در زمان ریاست شکرجان ظهوروف اکثر موضوعهای بررسی شونده در پارلمان رسانه‌ای می شدند. همچنین بحث‌های گرمی در پارلمان صدا می‌داد و منصبدارانی که طرح‌ها را معرفی می‌کردند گاهی مورد پرسش و انتقاد قرار می‌گرفتند.
چون طبیعی گفتم دعوت نشدیم نمیدونیم فعالیت آنها در پارلمان چگونه است. تا کجا آنها مثلا طرحهایی که پیشنهاد میشه به بحث میکشن، به رشته تحلیل میکشن، از این چیزا آگاه نیستیم. ولی من از این هیئت نو به استثنای چند نفر که آنها هم تنها به خاطر اینکه در منصب‌های بلندتر کار کردن و مثلا چهره سیاسی بودن، مثلا که شخصیت‌های سیاسی بودن، بغیر از استثنای چند نفر دیگر مثلا هیچ کس رو نمیشناسم و نمیبینم که بعدی وکیلی شدن آنها در سرخط رسانه‌ها شده باشند. تلاش‌های ما برای صحبت اطراف فعالیت پارلمان نو و با خود وکیلان به نتیجه ماند و برخی آنها از صحبت خودداری کردند. بعضی ساکنان عادی نیز درباره کار هیئت نو پارلمان آگاهی ندارند و حتی وکیلان خود را نمیشناسند. اونها چون معرفی کردگی نیستند، ما هم اونها را معرفی کرده نمی‌کنیم. نه نمیشناسیم. депутат. نه یک روزش کنم. نه. هیئت نو پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان 2 مارت سال جاری انتخاب شده و 19 مارت اولین جلسه خود را برگزار کردند. مجلس نمایندگان از 63 وکیل عبارت بوده، اکثر آنها را اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان تشکیل می‌دهد. حزب‌های دیگر که در پارلمان کرسی دارند برای فعال و مستقل نبودن بارها مورد انتقاد قرار گرفتند. وکیلان مجلس نمایندگان تیر ماه امسال دیگر باره به سر کار برمیگردند و می‌بینیم این دفعه چگونه خواهند بود. شهر دوشنبه چند روز پیش میزبان دسته هنرمندان نیروهای هوایی آمریکا بود که برای گروهی از مردم کنسرت نمایش دادند. ایالات متحده آمریکا که در تقویت نیروهای امنیتی و مرزبانی به تاجیکستان کمک میکند که آگاه برنامه‌های فرهنگی جالبی دارد و از جمله با حضور نظامیان آوازخوان. امیر سایف همکاری ما از دوشنبه گزارش می‌دهد. امریکن اسپیس دوشنبه با برگزاری کنسرت دسته هنرمندان نظامی نیروی هوایی آمریکا، جوانان، دانش آموزان زبان انگلیسی و هواداران فرهنگ غربی را جمع آورد. آنها از نبراسکا، شتات نبراسکا آمدند و آنها به تاجیکستان آمدند. آنها به خوجند، به ترسونزاده، به بختر، به دوشنبه رفتند و در هر یک شهر ما بسیار خوب قبول کرده شدیم. با مردم تاجیکی گپ زدند و در برای فرهنگ های ما آنها صحبت کردند و آنها فکر میکنم که آنها چشم های آنها کشوده شدند. ریچل ویلسون سرونده گروه از پذیرایی دانشجویان تاجیک اظهار قناعتمندی کرد. ما در اینجا در امریکن اسپیس دوشنبه رویدادی فوق‌العاده داشتیم. دانشجویان خوش‌ذوق طریق ثبت نوا با ما نمایندگان نیروی هوایی آمریکا واخوردند. جوانان از سرود اسپانی دسپاسیتو به وجد آمده از جا برخاسته به سرودخوانی همراه شدند. نفرانی که به امریکن اسپیس دوشنبه می آمدند امکانیت سوال و جواب با آنها داشتند، عکسگیری و از موسیقی آنها حلاوت بردند. از همه بیشتر دانشجویان را اسباب قوطی شکل که جفری جانسون در آن هنرنمایی میکرد در حیرت گذاشت. هنرمند طرز نواختن این اسباب نجیب ضربی را فهماند. رادیو آزادی پرسید که گروه با فرهنگ تاجیکی آشنایی پیدا کردند یا نه. بله، در واقع ما این فرصت را داشتیم که روی موسیقی تاجیکی کار کنیم، اما با شدت برگزار گردیدن کنسرت ها نتوانستیم به خوبی از پی شویم. میخواستیم فرهنگ شما را ارزیابی کنیم، ولی وقت کمی داشتیم که موسیقی شما را گوش کنیم و لذت بریم. 15 دقیقه که برای برنامه تحلیلی و خبری اخباری آزادی داشتیم به پایان رسید. سپاس که تا پایان این برنامه با ما بودید. خبر و گزارش از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت azadi.org و صحیفه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب هم پیدا کنید. و اگر خبری داشته باشید با ما بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.